های، من ماهیم و اینجا کانال کتاب منه. سلام کن. انا نگه خوبی؟ جوجین خیلی خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. اگه ویدیو قبلی رو دیدین ما با همدیگه در مورد نصف کتابخونه من صحبت کردیم و کتابایی که من دارم. حالا اگه میخوای بقیه ویدیو رو ببینیم و ببینیم تو کتابخونم دیگه چی دارم، این ویدیو رو ببین. طبقه بعدی کلا 2 کتاب توشه که 2 جلد دزیره است که اینا هم موقع‌ها مامانم خونده، من نخوندم. خیلی قدیمیه. حالا افق این خوشگله افقه. طبقه بعدی باز خونده ها و نخونده هاش قاطیه. اول خیال در دفتر پستی نشر آیوود نمایشنامه است. نمایشنامه خوبی هم هست، بخونید. بعدی از نویسنده مورد علاقه مالن دوباتن، آرامش، نخوندمش. این کتاب من یه بار گرفتم از نشر کتاب سرای نیک، بعد هدیه دادمش، بعد چاپ تموم شد دیگه، از کتاب سرای نیک پیداش نکردم. اصفهان که رفتم تو کتاب فروشیش پیدا کردم گرفتمش. کتاب بعدی از نویسنده مورد علاقه بعدیم آلبر کاموس، سوء تفاهم. خیلی بچه‌ها این نمایشنامه واقعا خوبه، بخونیدش. دختر سروان، نخوندمش. کتاب بعدی لذتی که حرفش بود. کتاب اصلا یادم نبود که دارم، هدیه گرفتم. کتاب بعدی جاده لس آنجلس از جان فانته. گفتم یه کتاب دیگه هم گرفتم، جاده لس آنجلسه که از مجموعه فانته است و من کلا اون از غبار بپرس انقدر دوست داشتم که این دوتا رو خریدم ولی هنوز وقت نکردم بخونم. چرند و پرند علی اکبر دهخدارم دارم بچه‌ها و نخوندم. کتاب بعدی انتخاب از سیمین دانشور. کتاب با من بیشتر حرف بزن، اینو خوندم و دوستشم زیاد نداشتم، خیلی خوب نبود واقعا. کتاب بعدی 13 دلیل برای اینکه، این سریالم داره، من سریالشو نصفه دیدم، کتابشو خوندم. من کتابشو دوست دارم. حالا شاید رمان تینیجریه، خب منم وقتی که تینیجر بودم خوندمش و دوستش داشتم. حالا نمیدونم شما اگه 14-15 سالتونه شاید براتون جذاب باشه. کتاب بعدی از اون کتابایی که مال من نبوده، ریچارد سوم. کمی قبل از خوشبختی. بچه این رمان رو من خیلی دوست داشتم. مال یه نویسنده معاصر فرانسویه و جایزه خانه مطبوعات فرانسه هم گرفته، از نشر مروارید من دارمش. خیلی کتاب خوبیه بچه ها. یه کتابیه که پایان الکی نداره، خیلی جذابه، من دوستش داشتم. ببین تا وسط‌های کتاب اتفاقا دوستش نداشتم، یعنی خیلی لوس داستان داشت میرفت جلو، ولی از وسط‌ها به بعد دوستش داشتم و از وسط‌ها به بعد یه شبه خوندم. تا وسط‌هاش 1 ماه طول کشید ولی از وسط‌ها به بعدش یه روزه خوندم. کتاب بعدی تابستان آن سال. این کتابم دوست داشتم ولی نمیتونم بگم دلیلم چی بوده. کتاب یه بار دیگه بخونم. چه جمله تلخی رو هایلایت کردم. بیمار اتاق کناری دیگر عذاب نمی‌کشید. آن فرد به جای بهتری میرفت. کتاب بعدی که خیلی دوستش داشتم. میخواین قضاوتم کنید بکنید. مادر بزرگ سلام میرساند و میگوید متاسف است. بچه این کتاب خیلی قشنگه، اصلا حجمش هم اذیتم نکرد. اصلا این کتاب واقعا مخصوص صفحه‌های آخرش که این کتاب تموم شد من واقعا ناراحت شدم از تموم شدنش. اصلا فکر نمی کردم همچین پایانی داشته باشه و پایانش تونست منو متعجب کنه. ببخشید دیگه نزدیکای دیگه خیلی من خستم، زبونم میگیره، قرصم خوردم دیگه، ببخشید. من دوستش دارم این کتابو. حالا شما هرچی میخواین بگین. عشق هرگز فراموش نمی کند. این رمانم اون موقع‌ها که خوندم دوستش داشتم. نمیدونم الانم هنوز دوستش داشته باشم یا نه، ولی این رمانم اون موقع‌ها قشنگ بود. تا جایی که یادمه در مورد یه دختری بود که آلزایمر داشت. آره، در مورد 2 نفره که آلزایمر دارن و تو یه دونه از این آسایشگاه‌ها هم دیگر می‌بینن و عاشق هم میشن. این کتاب اون موقع که خوندم دوستش داشتم، تینیجر بودم خوندم دیگه. کتاب بعدی تکای از یک کل منسجم. این کتابم که خوندم 100% و خیلی دوستش داشتم و این کتابو حتما بخونید، اصلا بیشک بخونید. حالا دیدی یه سری چیزا که مثلا همه میگن خوبه، بعد یه مدت یه سری آدم میان میگن نه میدونین اینا همه، نه این کتاب خوب بوده، حالا تو هرچی میخوای بگو بده. من دوستش داشتم.
کتاب بعدی دنیای صوفیه. این دنیای صوفی هم فکر کنم الان نگاه کنم مال همون 95 96 باشه. آره مال 96. اون موقع ها من شروع کرده بودم یه ذره کتاب‌های سنگین فلسفه طور خوندن که رها کردم و الان دوباره باید شروع کنم. نصف خوندمش. میشه جزء نخونده ها. حالا اینا رو بچینم و بریم طبقه بعدی. الان رفتیم سراغ این طبقه که خالی شده. طبقه کتاب‌های یاسی که 90%شون کتاب‌های نشر گفتید آفرین نشر نیلوفرن. اولین کتاب شکست امیل زولا. من این رو تو نمایشگاه کتاب خریدم و نخوندم. نامه‌های سیمین دانشور و جلال آل احمد. اینو رندوم خوندم چون نامه است دیگه. مثلا یه دفعه که آدم رو نمیداره نامه بخونه تمامش کنه. من جور دوست ندارم. رندوم بعضی وقتا اینا رو ورق میزنم میخونم. کتاب بعدی بازی در سپیده دم و رویا. چون این کتابا رو هر کدومو که خوندی رو خیلی دوست داشتین رو بگین. اگه کتابای نخوندم که بذارم تو اولویات و بخونمش. مثلا اینو خیلی دوست داشتم بخونم و گرفتمش و نخوندمش. از کتاب رهایی نداریم و خود نشر نیلوفر فرستاده بود ولی هنوز نخوندمش. کتاب تونل. این کتاب خیلی دوست داشتم بخرم و اینکه یه چیزی بهتون بگم، من کتاب تونل و کتاب شکست رو اصلا یادم رفته بود دارم و ممکن بود دوباره برم بخرمش. این دوتا هم خیلی دوست دارم بخونمشون. تعریفشون رو زیاد شنیدم. این تونلم. کتاب بعدی کتاب دختر تحصیل کرده است. چند سال پیش یکی از دوستای من که حالا الان چند ساله که مهاجرت کرده، همون سال مهاجرتش این کتاب بر من هدیه گرفت و من هنوز وقت نکردم بخونمش. 68 تومن بود اون موقع کتاب. بریم کتاب بعدی مائده‌های زمینی و مائده‌های تازه. فکر کنم اینم خود نیلوفر فرستاد. خود نشر نیلوفر فرستاد. یادم نیست. کتاب بعدی محاکمه کافکا. اینا رو واقعا ممکنه یادم بره و برم بخرم. پرده جهنم نخوندم. روزی که او خود اشک‌های مرا پاک خواهد کرد. یادم نیست حتی چرا این کتاب خریدم. کتاب در جستجوی مولانا نهال تجدد. اینو خوب یادمه و خیلی دوست دارم شروع کنم بخونم. کتاب تحورم خیلی دوست دارم زودتر بخونمش و نخوندم. اینا کتابایی نخوندم. حالا بقیه رو خوندم. کتاب سقوط آلبر کامو. بچه‌ها این کتاب بخونید. این کتاب حتما بخونید. کتاب اسطوره سیزیف آلبر کامو. لازمه بگم بخونید. حتما بخونید. امروز یکی هم زیر ویدیوی سیزیف برام کامنت گذاشته بود که با اینکه ویوهای ویدیوت خیلی کم بود اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر مفید باشه ویدیوت. خیلی خوشحال شدم. کتاب بعدی از نویسنده مورد علاقه هم بگو آلن دوباتن. جستارهای در باب عشق. بچه این کتاب فوق‌العاده است. این کتاب حتما بخونید. خیلی خیلی قشنگه. من خیلی وقت پیش خوندم. شاید اگه وقت کنم دوباره بخونم. دیدی یه عالمه کتاب هست که نخونده داری و یه عالمه کتاب هست که دوست داری دوباره بخونی. یه کتاب دیگه هست که نخوندم مثل آب برای گل از نشر آموته. این نیلوفر نیست. این سوپ جوجه برای تقویت روحیه دختران و پسران. اینو اون موقع ها خوندم. مزخرف. عقاید یک دلقک نخوندمش. خیلی سال پیش خریدمش. تولستوی و مبل بنفش. بچه من از این کتاب خیلی حس می‌کردم کتاب بهتریه. نمیدونم چرا. تعریفش رو زیاد شنیده بودم ولی من اصلا این کتاب دوست نداشتم. این کتاب خستم کرد تا تموم شد. نامه به کودکی که هرگز زاده نشد. این کتاب من چند بار خوندم. خیلی دوستش دارم. 8500 تومن خریده بودم اون موقع. و این کتاب واقعا بخونید. کتاب بعدی کتاب نوروز اولین روز طلوع خورشید. کتاب هدیه گرفته بودم در مورد نوروز. کتاب بعدی هم باز از زویا پیرزاده. چراغ‌ها را من خاموش میکنم. اون موقعی که خوندم خیلی دوستش دارم و نظرم بخونید جالبه. کتاب بعدی دختری در قطاره و اسمش من این کتاب رو نصف خوندم. اصلا نتونستم باهاش ارتباط بگیرم ولی جدیدن که دیدم چند تا بچه‌ها تعریف کردن اینجوری بودم که برگردم بخونمش دیگه. حالا هر موقع که وقت کردم. و کتاب بعدی هم آدم‌های سمیه. آره این کتابم دارم ولی هنوز نخوندمش. نمیدونم حالا بخونم یا نخونم. این هست. و کتاب آخر از این رنگ وقتی بدن نمیگوید. این کتاب تو نمایشگاه کتاب خریدم و خیلی خیلی دوست دارم زودتر بخونمش. جز اون کتاب هست. من برم طبقه رو جمعش کنم. رنگ بعدی نارنجیه. اولین نارنجی که به ذهنتون میرسه چه نشریه؟
آفرین، نشر ماهی. اینا کتابای نشر ماهی هن. در انتظار بوجانگلز رو خوندم. بچه این کتاب خیلی قشنگه، خیلی کوتاهه و اوایلش احتمالاً دوست ندارین، ولی یه داستان خیلی روون گوگولی دوست داشتنیه. داستان در مورد یه خانواده خیلی پولداریه که حالا یه اتفاقایی میفته، اینا برشکست میشن، مادر خانواده دیوانه میشه و اتفاقایی که میفته براشون. من خیلی دوستش داشتم. کتاب بعدی بیوه ها. من این کتاب نخوندم. کتاب بعدی پدرو پارامو. اینم نخوندم. فکر کنم پدرو پارامو نخوندم. دوست بازیافته. این کتابم بد نبود. در مورد 2 تا دوست بود که جنگ و اینا باعث شده بود یکیشون مهاجرت کنه و اتفاقایی که براشون افتاد دیگه. بد نبود. کتاب دوستش داشتم آناگاوالدا. کلن فن آناگاوالدا نیستم، با اینکه 2 تا کتابم ازش دارم. کاش کسی جایی منتظرم باشد و دوستش داشتم. این که خیلی لوس بود، باز این بد نبود. شب خیر روشن. عزیز دل. این که حتما بخونید. از ماهی 2 تا رو نخوندم، بقیه رو خوندم. بعد الان دیدم که یه ماهی دیگه دارم، فقط بزرگ بوده، حواسم نبوده. فارنهایت 451. این کتابم نخوندم و بخونمش. کتاب تاکسی سواری و سروش صحت رو خوندم. نمیگم این کتاب افتضاحه، چون کتاب نیست بچه ها. یه سری کپشن های اینستاگرامیه که حالا دور هم جمع شدن در قالب کتاب اومدن بیرون. اگه مجله میشد بهتر بود به نظرم، ولی بعضی قسمتاشو من دوست داشتم. تا بعدی که دارم باشگاه 5 صبحی هست، ولی خدا رو شکر نخوندمش، فقط دارمش. کتاب بعدی باز از بهار سبز، از همونایی که اون موقع تو مدرسه میخریدم. افتاده باش اما اون از دماغ فیل. نمیدونم چرا اینا رو میخریدم. کتاب بعدی هنر ظریف رهایی از دغدغه ها از نشر میلکان. این کتاب دوست دارم بچه‌ها. این کتاب واقعا کتاب مفیدی بود و بهتون نشون میداد که خیلی از چیزایی که ما داریم بهش فکر میکنیم اشتباهه و ما فقط به خاطر این چیزی که جامعه بهمون نشون داده داریم این باورا رو داریم و گیر افتادیم توشون و با نشون دادن حقیقت سعی میکرد که حال ما رو بهتر کنه. این به نظرم کتاب خیلی مفیدیه، جز اون روانشناسی هاست که بخونید. هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها. این کتاب رو یکی از دوستان به معرفی کرد و گرفتم و نخوندم، ولی خیلی تعریف کرد. آنگاه که از فهم جهان در میمانیم. نخوندم. چقدر کتاب هست که نخوندم. کتاب سالب الوا رو خوندم، خیلی هم دوستش می‌داشتم، ولی جز کتابایی نیست که بخوام بگم همه باید بخونن. حقیقتا این کتاب خوب بود، دوستش داشتم و خوشحالم خوندم، چون قبل از این من ایرانی کم میخوندم، از عباس معروفی هم هیچی نخونده بودم. کتاب بعدی زنی از میان تاریکی رایی بوده. این کتاب بد نبود، ولی خیلی هم حرفی برای گفتن نداشت. کتاب بعدی یادت نرود که یاسمن خلیلیه. این کتاب من نصفه خوندم. داستان یه آدمیه که مهاجرت کرده بوده، حالا برگشت و اینجور چیزا. این 2 تا، یعنی یه دونه 2 جلدی عزیز نخوندم. نشر عزیز خیلی دوستش دارم. 2 تا کتاب بعدی کفش باز و واقعه نگری. جفت این 2 تا رو هم دوست داشتم. کتاب کفش بازو که به نظرم حتما بخونید، میگم اسم انگلیسی شوداگه. واقعه نگری هم اگر روانشناسی و توسعه فردی اینا دوست دارین بخونید. این کتاب جزو اون چیزاییه که زرد نیست، کتاب خوبیه. اینم از این. برم اینا رو جمع کنم. این دفعه اومدم اینور بشینم ادامه ویدیو رو بگیرم. دیگه فکر کنم 1-2 تا طبقه مونده. کتاب بچگیمو که نیاز نیست بهتون نشون بدم. کتاب انگلیسی هم که همینا سری بهتون میگم. به جز اینایی که نشون بدم 1 طبقه مونده. 1 طبقه هم کل کتاباییه که من الان چند ماهه یا برام فرستادن یا خریدم ولی نچیدم تو طبقه ها و همشون نخوندن. حالا بریم این طبقه. کتاب غرور و تعصب و من از پیج از کانال یوتیوب نگاران برنده شدم و نخوندمش هنوز. خیلی دوستم بخونمش. کتاب عزیز بعدی برباد رفته است. نخوندمش. زوربای یونانی سال 96 نصفش رو تقریبا خوندم
ولی بازم حس کردم که الان وقت خوندن این کتاب نیست و گذاشتمش بعدها بخونم که حالا الانا باید بخونم دیگه. درمان شوپنهاور، باور کن مال سال 95 بوده، وایسا 96، مال همون موقع بوده که این چیزا میخوندم، مال یالومه ولی هنوز نخوندمش. کتاب لمس میمون ایرانیه، مجموعه داستان کوتاه فکر کنم، دقیق یادم نیست. اینم نصف خوندم. اون موقع ایران کتاب تازه نسخه امضا شده موجود کرده بود، بعد من اصلا آنالی اکبری رو نمیشناختم، فقط همینجوری چون امضا شده بود گرفتم. زمستان کوری ها یا کوئری ها، من آخر سر اینو نفهمیدم. کتاب خوبی بود، دوستش داشتم، ولی اینجوری نیست که بگم حالا حتما بخونید. جالب بود. درباره معنی زندگی و یکی از دوستان من خریده و من هنوز نخوندمش. قول شرف یه کتاب قدیمی نشر چشمه است، مال نوجوانانه، کودکان و نوجوانانه. جالبه که اینو تازه خوندم و اینجوری بودم که چرا باید این برای کودک و نوجوان باشه. قول شرف خوندمش. مردان مریخی و زنان ونوسی، شاید باورتون نشه ولی یه مقداری ازشو خوندم یه زمانی. موش ها و آدم ها رو دارم ولی نخوندم. کتاب دروغ هایی که به خود میگوییم. این کتاب یکی از دوستای من که خودش روانشناسی میخونه بهم پیشنهاد یعنی برام خرید اصلا و خوندمش. دوستش هم داشتم ولی اینکه حالا حتما بخونید نه، ولی کتاب خوبیه، زردم نیست. و کتاب بعدی روایت های تنهاییه که نخوندمش. کتاب بعدی عاشقشم، کاندید یا خوشباوری. بچه این کتاب حتما بخونید میفهمید چرا میگم بخونید. تو ویدیوهای مختلف در موردش حرف زدم، دیگه حرف نمیزنم، فقط بخونید. کتاب بعدی عادتهای اتمی رو هم که بخونید دیگه، واقعا زرد نیست به نظر من این کتابم. این کتاب کلی حرف خوب داره و اصلا هم زرد نیست. هر کی گفت زرده نظرش زیاد مهم نیست. ببین از نسل نوندیش کلی کتاب زرد گفتیم ولی این زرد نیست. کتاب خورشید تلخ از کتابای مورد علاقمه، خیلی تلخه ولی حتما بخونیدش. از ادبیات الجزایر فکر کنم. همین، من برم اینا رو جمع کنم. خب رسیدیم به طبقه آخر، طبقه سیاها. اولین کتابی که از این طبقه نخوندم خوشه‌های خشم. من مال نشر بهسوخن رو دارم، خیلی دوست دارم کتاب زودتر بخونم. این کتاب خدا وجود دارد ندارد سفیده، چرا اونجاست؟ چون سفیده جا نداشته فکر کنم. این آره نخوندم. خاموشان یوسف علی خانی رم خریدم ولی نخوندم. یه کارت متروم چرا این لا بوده؟ چیزایی پیدا میشه. کتاب بعدی مال من نبوده و خیلی هم قدیمیه، کتاب زنجیرها و من خب قاعدتا نخوندمش. عشق سالهای وبا، این کتاب من هدیه گرفتم، فکر کنم از نشر افرام هست، نه نیک فرجامه، هنوز نخوندمش. فکر کنم نشر خوبی نیست، نه نخوندم دیگه. در هر صورت کتاب بعدی کتاب هیس محمد رضا کاتب. بچه من این کتاب خیلی دوست داشتم، قبلا در موردش حرف زدم. برنده جایزه کتاب سال منتقدان و روزنامه نگاران شد و من واقعا دوستش داشتم. بخونیدش. یه ذره یه ذره که ترسناکه دیگه. کتاب بعدی کتاب عهد جدیده، مال من نیست. کتاب بعدی دلت که پاک باشد داستانت پایان خوشی خواهد داشت. من کتاب خوندم. بچه این کتاب دوست داشتم اون موقعی که خوندم، خیلی حس بامزه اید. ببین بعضی از کتابا رو دیدی بامزن، یعنی مثلا گوگولی هن، حس خوبیت میدن. از اون کتاب بود. در همین حد. برای وقتایی که مثلا ریدینگ اسلامپ شدی یا یه کتاب سنگین خوندی، اینا خوبه. کتاب بخش دی رو امسال خریدم و نخوندم هنوز، بذارمش اینور. از هاروکی موراکامی یادتونه گفتم من یه کتاب 3 جلدی خریدم و نخوندم، وان کیو 84 که اینم فکر کنم سال 96 گرفتم، سال 94. اینو قشنگ یادمه، یه
کتاب فروش عزیزی توی انقلاب گفت یه نویسنده از خیلی فلانه و بیساره و اینا، اینو بخر و من اینو خریدم. جلد یکیشو تا نصف خوندم و دیگه ادامه ندادم. ولی الان که فکر میکنم شاید دوباره شروع کنم و بخونمش. ارزش خوندن داشت، یعنی داستانش الان برام جذابه، شاید دور برگردم بخونمش. کتاب بعدی برادران کارامازوفه که نخوندم. یه سال از زندگی باید استعفا بدم بشم کتاب بخونم. کتاب بعدی مال من نیست، انسان در گذرگاه تکامل. این خیلی قدیمیه دیگه، کویر، شاید باورتون نشه شریعتی و من گرفته بودم بخونم. کتاب بعدی نمایشنامه از تبعیدی ها که نخوندم، خشت اول، یک کار بزرگ که نخوندم، مغازه خودکشی رو خوندم و دوستش داشتم، بوفکو کتابی که عاشقشم، حتما بخونید، اصلا زشته نخوندین، عاشق این کتابم. و کتاب شکست بخور نشرمون و امسال رفتم غرفه‌شون روم نشد دست خالی برگردم، این کتاب خریدم. خاطرات یک آدم کش. بچه یه حقیقتی رو بهتون بگم، من کتاب خاطرات یک آدم کش رو خودم داشتم و هدیه هم گرفتم. الان 2 تا از این کتاب دارم. خب چرا باید 2 تا داشته باشم؟ میتونم یکیشو بهتون هدیه بدم. اگر دوست دارین یکی از این کتاب مال شما باشه میتونم بهتون هدیه بدم. کامنت بذارید. کتاب خودم نوعه هیچی توش ننوشتم واقعا. میتونم هدیه بدم. اگر دوست داشتین کامنت بذارین، از بین کامنت ها این کتاب رو به یکی هدیه میدم. این کتابی هم که هدیه گرفتم میشه مال خودم. پیر و لوسی رو نخوندم و شب‌های تراژدی که یکی از دوستام دلنوشته های خودش برام آورده و هنوز نخوندمش. کتاب این طبقه هم تموم شد. برای اینکه کتابای کتابخونه کلا تموم شده باشه وایسید کتابای انگلیسی من بهتون بگم، خیلی زیاد نیست. کتابای کودک و شعر و اینا دیگه نمیخواد نشونتون بدم. هر اینو هدیه گرفتم و نخوندمش هنوز. اینو خوندم، بیگ پاندا و تاینی دراگون. اینو خوندم، خیلی دوستش داشتم. I feel in love with hope. اینو دارمش، انگلیسیشو نخوندم ولی هنوز. این کتابم The Last Letter from Your Lover از جوجو مویزه. حالا میخواین هیت بدین ولی انگلیسیشو دوست داشتم بخونم، هنوز نخوندم. ولی Stop Doing That Shit اینم هنوز نخوندمش. بولت جورنال اینو خوندم چند وقت پیش دیگه. اینم که این خوشگله است، The Boy, The Mole, The Fox and the Horse و The Little Prince شاز کوچولو. همین، اینم از این کتاب انگلیسی های نخوندم همونا بود که گفتم 1 2 3 4 تا انگلیسی نخونده دارم. همین، من اینا رو جمع کنم بعد میریم سراغ اون کتابایی که بهتون گفتم. بچه‌ها من رفتم اونا رو جمع کردم آوردم، همم خوابن، آروم دارم حرف بزنم. یه عالم کتاب شد. اینا کتابایی هستن که یا در حال خوندنشونم یا برام فرستادن و خریدم هنوز جابجاشون نکردم، یا اینکه خوندم معرفیشونم کردم جابجاشون نکردم. اولین کتاب از نشر خوب باران فراموشیه که آقای جعفرپور مترجمش برام فرستاده و هنوز نخوندمش. این از کتاب نشرمون زندگی به سبک شاز کوچولوه، هنوز نخوندمش. کتاب شب شکارچی دیداور برام فرستاده، هنوز نخوندمش. فالوده زغال لخته است، نویسندش برام فرستاده ولی هنوز نخوندمش. این کتاب هم جایزه صالحان، جایزه اون بچه‌هاییه که تو مترو این ور اونور کتاب میخونن و عکساشو برام میفرستن. هر ماه چند تا جایزه میدم بهتون. برام توییتر، اینستاگرام، تلگرام هر جا تونستین عکساتون رو بفرستید. این دفتر همسفر نشرمونه که برده بودم سفر و قهوه‌ام روش ریخت متاسفانه. آره. این کتاب خموشان آلبر کاموی که هدیه گرفتم و نخوندمش. کتاب همسر یک زندانی از نشر تورنگ، باید بخونم معرفیشو بذارم ولی هنوز نخوندمش. یخبندان
که هنوز نخوندمش، هدیه گرفتمش. کتاب خود آینده تان که قراره این هفته بخونمش. بینوایان که دارم میخونمش. این کتاب رو تازه دیروز به دستم رسید خریدم. سیر حکمت در اروپا که قرار شروع کنم بخونمش، ولی خب هنوز نخوندمش. اینو سامباکسش رو بکنم دیگه. بعدم میاد کتاب جلد شده بذارم تو کتاب خونه. مثل عجیبی. از این کتاب بعدی جای خالی سلوچه یا سلوچه از دولت آبادی، هنوز نخوندمش. کتاب نگاهی به فلسفه تازه خریدم، نخوندمش. ما ایوب نبودیم تازه خریدم، نخوندمش. همنوایی شبانه ارکستر چوب ها رو تازه گرفتم، نخوندم. ملکوت تازه گرفتم، نخوندم. این فقط استدلال، مهمترین 100 استدلال فلسفه غرب و همین امروز هدیه گرفتم و قاعدتا نخوندم. این قنچه ها را بچین بچه ها را به گلوله ببند دارم میخونم و هنوز نخوندمش. این سگانه خاورمیانه شعره که داشتم میخوندمش دیگه، حالا جمعش میکنم میزنم سر جاش. تائو ته چینگ اینو خوندم ولی هر چند وقت که بار یه ورقی میزنمش. جالبه، کتاب جالبیه. سلاخانه شیکاگو رو هنوز نخوندم. بچه 2 کتاب بعدی هدیه های شماه. از بینتون قطعا بچه های فوتبالی داریم و اگر تا اینجا ویدیو رو دیدین واقعا دمتون گرم. فوتبال رو کامنت کنین چون این 2 کتاب مال شماست. کتاب مبارز، تاریخچه فوتبال علیه فاشیست و خون روی تیر دروازه. جفتش مال شماست. کامنت کنید. از بین کامنت ها شد 3 کتاب دیگه. این 2 برای فوتبالیا و اون خاطرات یک آدم کش. کتاب وضعیت آخر از نشر نو که قرار بود ماه پیش بخونمش ولی نرسیدم بخونم. کتاب سونیشگارم خودم خریدم ولی هنوز نخوندم. یادداشت‌های آدم زیادی رم ماه پیش خریدم، هنوز نخوندم. این کتاب لانا دل ری همجوری دوست داشتم که داشته باشمش. Before the Coffee Gets Cold هم خریدم ولی هنوز نخوندمش. قلب ضعیف و بوبوکم گرفتم ولی نخوندم. طبیعت بیجان با صدف‌ها و لیمو. یه چند صفحه از اینو خوندم، دوستش داشتم. حالا کامل باید بخونم دیگه. ژرمینال آخراشم دارم گوش میدم صوتیشو. کتاب این است انسان رو برام نشر طغرل فرستاده بود که وقت نکردم بخونم. این 2 هم نویسندش برام فرستاده، خوندم، معرفیشم گذاشتم. با مزه بودن، کتابای بامزه‌ای بودن. این کتابم آقای صدیقی لطف کرده برام فرستاده، روایت‌های نامعتبر. خیلی دوست دارم بخونمش، تعریفش رو شنیدم. رستاخیز نمیدونم چرا قسمت نیست. من این کتابو همین چند صفحه اولش رو میخونم، میخوام ادامه‌شو بخونم، قسمت نمیشه، باید همخوانیشو بذارم، مجبورشم بخونمش. کتاب بعدی هم تئوری انتخابه که هنوز نخوندمش، از چند سال پیش. و زندگی روی لبه تیغه که باید بخونم و نخوندمش. خنده غمگین ترت میکند بختیار علیه. خیلی کتاب خوبی بود. اینو خوندم ولی یه بار دیگه باید بخونم. خیلی رندوم خوندم، ورق زدم میدونی. این کتاب گزارش محرمانه کتاب دوم کودک 44. اینم نصف خوندم. یهو با یه سری کتاب سنگین دیگه یکی شد نتونستم ادامه بدم. تعقیب هومرم که خوندم تموم شده. این هفته هم که همخوانیشو داریم. همین تموم شد بچه‌ها. اینا کتابای کتابخونه من بود بچه‌ها. خیلی خیلی خوشحالم که تا اینجا ویدیو دیدی. خیلی خیلی خوشحال میشم کامنت بذاری چون واقعا خستم و واقعا خستگیم در میره کامنت بذاری. مرسی که ویدیو رو دیدی. امیدوارم که ویدیو مفیدی بوده باشه برات. ویدیو متفاوتی بود، نمیدونم حالا اصلا دوستش داشتین یا نه. اینم شیشه پاکونه. داشتم یه طبقه کتاب خونم کثیف بود تمیزش میکردم. خیلی دوستتون دارم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خدافظ.